تاجیکستان و ازبکستان. مشخصا هم گفته میتونید که در میان روابط مثلا چی پیشروی‌هاش مشخصا و جز همین برگزاری کمیسیون بین‌الدولتی. سوال دوم درباره چند پیش وکیلی در حجت‌های سفارت عربستان افشا کرد که گویا که وزارت کار خارجه اگر خطا نکنم در زمان رهبری شما برای برگزاری یک کنفرانس $200,000 طلب کرده است. این سوال دوم است. سوال سوم درباره بحث‌های مرزی با سه همسایه کشور افغانستان، قرقیزستان و ازبکستان است که در چه سطح قرار دارد بخصوص با قرقیزستان و ازبکستان. تشکر. شما سه سوال بودید. یکم نسبت ازبکستان چرا گفتنی هستم چطوری که شما میدونید در این سمت گویم که قدمی هم باشد ما پیش همکاری ها روش رابطه ایستادن و پس از 5 سال 6 سال اولین جلسه کمیسیون بین حکومتی اوید مسائل اقتصادی بود و ما فقط همین را گفتنی هستم که این جلسه نماید در سطح خوب گذشت. هر قدر زیاد، هر قدر تیزتر ما با همسایه‌ها همین که جلسه‌های کمیسیون منظر هم قدر البته برای ما و برای آنها خوب هستند. من گرچنده که یکون حجت امضا نشد و ما امضا کردنی هم نبودیم، نه اون طرف نه ما، چون که پس از 6 سال این سال گذشته دو راهبر دولت در دوشنبه واقعی کردن. بسیار گوییم که استراتژی آینده بررسی همه مسائل دو جانبه رو به ما نشان دادن و در این گوییم که استراتژی شفایی که اونا دادن این جلسه اولین جلسه بود و در ازبکستان در تشکیل برگزار گردید و جانب ازبکستان این باید در سطح خوب و هیئت ما را قبول کردن و در چندین مسئله ها گوییم که شفایی و قرار آمدن و پیش از همه گوییم که همکاری های منتظم بین وزارت یا ساختارهای مختلفی تاجیکستان و ازبکستان شروع شد و امروز مثال ساختار راه آهن تاجیکستان با ساختار راه آهن ازبکستان منتظم کار کرده ایستاده است. ممکن در مدت نزدیک یک سازشنامه را واحد پس کردن طریق‌های ترانزیتی پیشنهاد میکنند